با سلام بازیکنان محترم، کسانی که میخوان مت دقیق به روبرو بزنن از مبتدی شروع میکنیم، کمی میریم به بازیکنان قوی‌تر یا بهتر. توپی که میاد به طرف شما فقط از زیر میگیری، فقط کمی فشار میدی. اولین حرکت مت این تمرین. بعد سر توپ، اولی زیر توپ میگردونیم، بعد سر توپ. حالا توپ که از روبرو میاد دست رو میدیم زیر توپ، تمرین زیر توپ رو میزنیم. بعد از اینکه زیر توپ آشنا شد کف دستمون، کمی میچرخونیم. حرف 9 هم نشون میدیم. سر و سینه لجن درست، ساده ترین روش مت از مبتدی کمی پیشرفته چه به بازیکن روبرو میاد. بدنمون فرق کنه از روبرو به کنار، بازم متمون رو میتونیم بچرخونیم. چطور از مت هر طرف باید چرخه بشه. اول زیر توپ، روی توپ، سر و سینه، کمی سر توپ. خسته نباشید.